مرد بر کت خدا، مرد بر کت خدا. ریس ریس، زنان فینیتو فک برای ما نگذاشتندی، آخر از جان ما چه میخواهندی؟ والا کت خدا میگویند که حقشان را میخواهند. ساکت، توی 6 کلاسه حتی نمیدانی حق را با کدام ق می نویسندی؟ چرا کت خدا میدانم، با قاف آنگوزمان میباشندی. ریس ریس، مسخره بازی در نیاور، برو یک جلسه زنان ترتیب بده تا همه ببینند که ما به فکر حقوق زنان می باشیمندی. آورین، خب بگو ببینم این بانوان تأثیرگذار که هستندی؟ اولی مادر بچه های کت خدای دقونز آباد می باشندی. خودش تحصیلی نداشته، اما گاو کت خدایشان تا پلهای موثری همی می گذارد. آن دیگری کیست؟ آن دیگری سبیه محترمه کت خدای بورکین آباد است. هنوز تحصیلی نگذاشته، اما قرار است در آینده تحصیل همی گذارد. آن دیگری کیست؟ آن دختر قاصقاص خودمان است. خودش تحصیلی ندارد، ولی پدرش کتلت تحصیلگذاری است. مرز، آبرویمان را همی بردی. برو جمع جورشان کن تا آبروی ما بیشتر از این همی نرفته. خب دیگر تمام شد، برگردید به آبادی هایتان. کت خدا، آخه توری چه به جلسه ای زنم؟ کم کن بابا کاسه گذرو.